من چطور میتونم که بیرق اسلام، بیرق توحید، بیرق لا اله الا الله را چه قسم بالای قصر سفید بالا بکنم؟ چه قسم ما بیرق لا اله الا الله را در کرملین بالا بکنم؟ این بیرق اسلام نباید به شکل منطقوی فکر بکنیم و ما نباید یک مسلمان موحد درباره قوم و قبیله فکر بکنه. از این خاطر مسلمان نمیتونه. ببینین مسلمان، کلمه مسلمان ارتباط داره به چی؟ به سیاست. از این خاطر مسلمانی که بگویم من به سیاست کار ندارم در حقیقت مفهوم کلمه را نفهمیده. چرا در کلمه گفته که وقت قرآن میگه که و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که کافر شد به طاغوت و ایمان به الله آورد فقد استمسک بالعروة الوثقی. یعنی مؤمن حقیقی کی هست؟ اول مؤمن حقیقی باید کافر شود به طاغوت. طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که میخواد قانون غیر الله را، قانون خود سر بشریت تطبیق بکنه. پس اول باید به دموکراسی که قانون الله را نفی کرده او قانون به دست بشر میته، اول به دموکراسی باید کافر شوی، اول به سکولاریسم باید کافر شوی، اول به نشنالیسم باید کافر شوی و بعد از او که و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این انسان است که حقیقتا بر ریسمان محکم الهی یعنی قرآن چنگ زده هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قبل از همه خدمت همه سروران عزیز سلام و عرض ادب و خسته نباشید داریم. و همچنین خدمت مهمان گرامی، مهمان معزز ما جناب داعی صاحب استاد عبدالظاهر داعی و هیئت همراهشان و دیگر دوستانی که از جاهای دور و نزدیک بدین مناسبت تشریف آوردن، سلام و ارادت داریم و عرض ادب داریم، استقبالش میکنیم. بله، دعوت میکنیم بزرگوار را و میکروفون را در اختیار ایشان قرار میتیم، دیگه بیشتر از این حائل نمیشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهریان محترم کندوز، جوانان عزیز، مستفیدان بزرگوار، عزیزان سروران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، مراحل سه بخش است در بیداری. یکی مرحله انجماد است، مرحله عقبمانی، خشکی، دین دور از دولت، دور از جامعه، دین شکل تعصبی، شکل رواجی، اصل جمود،
عصر خشکی، عصر تعصب. این عصر انجماد پوره میگن که انسان ها، مسلمان ها به شکل تعصب، به شکل تقسیم بندی ها صورت گرفتن، تقسیم بندی های قبیلوی، زبانی، نژادی، حزبی، سمتی، منطقوی. و عصر دیگر عصر بیداری هست. عصر است که انسان مسلمان قرآن با دید بسیار روشن و جهانی به طرف از نظر میکنن. در بین عصر بیداری و عصر خشکی یک مرحله خیز است که از عصر خشکی و تعصب به مرحله بیداری و قیام، نهضت، به این مرحله انسان انتقال پیدا بکنه. و متاسفانه یا خوشبختانه ما و شما در این عصر وسطی قرار داریم. از یک طرف تعصب، قوم پرستی، خشکی، و از طرف دیگر بیداری، فهم، دانش. و ما در این مرحله قرار داریم. مرحله بسیار دشوار و خطرناک است که دشمنای اسلام این دو مرحله را در نظر گرفته، مرحله وسط زیاد کوشش میکنن که جوانایی که بیدار شدن یا را بکوبن. امروز اگر احصایه را بگیریم، هم در دارالاسلام و هم در دارالحرب، دارالکفر، در دوش ما میبینیم که نمرات عالی و پیشرفت اسلام است. امروز اگر جوان ما قرآن میخواند در کشور اسلامی، ما صبح یک درس داشتم در یک جایی که چند تا علما، وقتی ما تفسیر میخواندم، ما تفسیر ما میخوایم که تفسیر نوشته بکنم. چه قسم تفسیر نوشته بکنم؟ تفسیر اعتقادی قرآن. پس ما من حیث مسلمان از قرآن عقیده خود میگیریم. یک آیت براتان بیان میکنم. وقتی که الحمدلله رب العالمین میگیریم، در اینجا علما به قرآن تفسیر اعتقادی دارن، تفسیر فکری دارن، تفسیر سیاسی دارن، تفسیر سیاسی قرآن، تفسیر فقهی قرآن، تفسیر نحوی قرآن، تفسیر اقتصادی قرآن. اگر ما یک آیت قرآن به می شکل تفسیرش بفهمیم، مثلا تفسیر اعتقادی تفاسیر هست که زیاد سر عقیده تأکید میکنه، سر توحید تأکید میکنه و ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات الله را زیاد سرش بحث میکنه و بر ما بیان میکنه. ولی در پالوی از این تفسیر دیگه هست، تفسیر سیاسی قرآن، مثل تفسیر علامه سید قطب رحمت الله علیه و تفسیر علامه مودودی. این تفاسیر سیاسی هست که از قرآن برداشت سیاسی میکنن. مثلا وقتی میخوانیم الحمدلله رب العالمین، در الحمدلله رب العالمین عالمی که نحو خوانده برای ما میگه که الف لام جنسی هست، الحمد مبتدا هست، لام حرف جر است، الله لفظ الجلاله اسم مجرور است، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدا. یعنی چی میشه؟ الحمد ثابت او کائن لله، رب صفت اول الله هست و رب مضاف است و العالمین مضاف الیه است. این غالبا در مدارسی که حفاظ قرآن و علمای دین تربیه میشن، اینجا قرآن تفسیر نحوی و ترکیب قرآن میکنن. لکن در پالوی از تفسیر دوم تفسیر اعتقادی قرآن است که من حیث مسلمان از قرآن چی عقیده بگیرم؟ الحمد
تمامی وقتی که گفت الف لام جنس حمد است، پس الحمد لله رب العالمین، من عقیده میگیرم که الحمد، هر حمد و ثنا و صفتی که است لله، خاص برای الله است. از این خاطر من هیچ وقتی زبان خدا به حمد غیر الله باز نمی کنم و حتی اگر شخص پیغمبر هم میخوایم احترام بکنم، احترام قرآنی میکنم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، الله و ملائکه هاش بر پیغمبر درود فرستاده. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن تو هم برای پیغمبر درود بفرست. از این خاطر از مدح و توصیف افراطی پیغمبر که بالاخره انسان از دایره توحید به شرک میکشونه اجتناب میکنم. الله، وقتی در الله میایم میبینیم که در الله لفظ جلاله هست که در این لفظ تمامی صفات الله، او صفاتی که در قرآن و سنت ذکر است، او صفاتی که در علم غیب الله محفوظ است برای کس نگفته، و او صفاتی که الله او را برای یکی از بنده های خود بیان کرده، تمامی این صفات در کجا هست؟ تمامی این صفات جمع شده در لفظ الله. پس به این خاطر وقتی که من لفظ الله را یاد میکنم، تمام صفات الله در اینجا نهفته هست. و وقتی که میگیم رب العالمین، ربوبیت الله را بیان میکنه که الله خلق کننده هست، الله روزی دهنده هست، الله میراننده هست، الله شفا دهنده هست. پس اینجا عقیده خودم میگیرم که هیچ وقت به غیر الله رجوع کرده از غیر الله چیز نمیخوایم و صفات ربوبیت الله را، افعالش اما قسم که به الله شایسته از برش میتم. این هست تفسیر اعتقادی قرآن. وقتی میگیم در تفسیر سیاسی قرآن، وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، در جمله الحمدلله پیدا میکنیم که بسیار مردم برای پادشاه ها مدح میکردن، ثنا میفرستن، صفت میفرستیدن و بالاخره اینا حلقات غلامی را در گردن خود کرده بودن. وقتی که آیت قرآن نازل شد که الحمدلله رب العالمین، پس من نیاز ندارم که زبان حمد به غیر الله بلند بکنم، به خاطر ازی که اگر زبان حمد به غیر الله باز شود اینجا حلقه غلامی بر گردن انسان مفته. پس حمد برای الله هست. فکر و اندیشه سیاسی میگه که تو باید به غیر الله رجوع نکنی. و وقتی که میگیم رب العالمین، در اینجا رب العالمین پروردگار عالمیان، پروردگار جهانیان. اینجا مسلمان از سرمیز خود نقشه های قومی و قبلی را دور کرده، فقط به جهان فکر میکنه که من چطور میتونم که بیرق اسلام، بیرق توحید، بیرق لا اله الا الله را چه قسم بالای قصر سفید بالا بکنم، چه قسم من بیرق لا اله الا الله را در کرملین بالا بکنم. این بیرق اسلام نباید به شکل منطقوی فکر بکنیم و ما نباید یک مسلمان موحد درباره قوم و قبیله فکر بکنه. از این خاطر مسلمان نمیتونه. ببینین مسلمان، کلمه مسلمان ارتباط داره به چی؟ به سیاست. از این خاطر مسلمانی که بگویم من به سیاست کار ندارم، در حقیقت مفهوم کلمه را نفهمیده. چرا در کلمه گفته که وقت قرآن میگه که و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که کافر شد به طاغوت و ایمان به الله آورد، فقد استمسک بالعروة الوثقی. یعنی مؤمن حقیقی کی هست؟ اول مؤمن حقیقی باید کافر شود به طاغوت. طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که میخواد قانون غیر الله را، قانون خود سر بشریت تطبیق بکنه. پس اول باید به دموکراسی که قانون الله را نفی کرده، او قانون به دست بشر میته، اول به دموکراسی باید کافر شوی، اول به سکولاریسم باید کافر شوی، اول به نشنالیسم باید کافر شوی و بعد از او که و من یکفر بالطاغوت
و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این انسان است که حقیقتا بر ریسمان محکم الهی یعنی قرآن چنگ زده هست. از این خاطر امروز وقت بیداری هست. ما اقتصاد خود از قرآن میگیریم، ما سیاست از قرآن میگیریم، ما تقوا را از قرآن میگیریم، ما فکر و اندیشه را از قرآن میگیریم و ما تمام احکام دین خود و دنیای خود تمامش از قرآن میگیریم. در اینجا امروز وسایل تکنولوژی پیشرفته شدن. امروز در جهان شرق شما ببینید در کشورهای اسلامی بزرگترین طاغوت‌های جهان پامال شدن، از بین رفتن. امروز احصایه ها شما ببینید که ما در کشورهای عربی زیاد زندگی کردیم رفتیم. در کشورهای عربی، در مصر در زمان جمال عبدالناصر، در لیبیا در زمان معمر القذافی، در سوریه در زمان حافظ الاسد و آل بچه‌ش است بشار الاسد، در تونس رئیس جمهورش زین العابدین ابن علی. باور بکنین که در این کشورها برای یک جوان مسلمان گذاشتن ریش بزرگترین جرمی بود که به خاطر از او باید اعدام شود. شخصا عسکر صاحب منصب قذافی یک روز در لیبیا برای من دست خودی قسم کرد، گفتی در روی تو چی هست ای چتلی؟ من سنش سعی کردم، مفتمی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در لیبیا وقت کس بیانه میداد گفتن میتونست که بسم الله الرحمن الرحیم، میگفت بسم القائد العظیم معمر القذافی. چل سال حکومت کردن به نام دموکراسی، به نام حکومت‌های مردمی، به نام حکومت‌های قومی، لکن عموم معمر القذافی در زیر پای جوانا لغتمال شد. شما تصویرش در اینترنت نوشته کنین، معمر القذافی زیر پای جوانا تفنگچی طلایی خالص در جیب خود میگشتن، ولی که تفنگچی طلاییش کمرش بر شکستاندن. در تونس کمرش شکست. در تونس نزدیک سرحدش ما رفتیم، بعضی از دوستای ما داخل تونس می شدن، گفت چون شما ریش دارین در این مملکت داخل شده نمیده. امروز اگر یک کمونیست فروخته شده لعین، کمونیست مرتد 20 سال پیش، کمونیستی که 20 سال پیش پیغمبر توهین میکرد و یخ زده بودش در زمان حکومت مجاهدین، او جنرال دگروال کمونیست و او معلم و استاد پانتون کمونیست تایر بایسیکل پنچری میگرفت. در وقت طالبان امی کمونستان نفسشان مبرامد، خدا شور دادن نمیتانست. امروز باز هم ای کمونستان باز به خاطر از این که زندگی از اینا در دامان کفر است، زندگی از اینا در دامان استعمار است، امروز باز هم زبان بالا کردن، سر ریش مسلمان خنده میکنن، سر لباس مسلمان خنده میکنن، پیغمبر ما را توهین میکنن، در صنف بیادبی میکنن. لکن ما برشان میگیم که امروز وقتی که مردم در سوریه بیدار شدن، امروز جوانا در لیبیا بیدار شدن، در مصر بیدار شدن، در کشورهای عربی بیدار شدن، این طاغوت‌های دشمنای الله را زیر قدم‌های خود لگدمال کردن. یک روزی که الحمدلله
80% جوانای ما بیدار شدن. اگر 20% دیگه ایشان هم بیدار شوند، با شما وقت ندخواد داشتین وزیر لغت‌های از این جوانها رسوا و برباد و تباه خواهد شدین. حالا ما در کدام مرحله قرار داریم؟ کمونیسم میفهمه رو به شکست هستم. تابکی در دامان روزها تکه تکه شدن. کسایی که خود در دامان روزها جای داده بودن پتلونای کشیدگی در چارایی ها اویزان شدن. امروز در جهان همون مردمای بیدینی که بودن کلش ذلیل شدن و روز به روز ذلیل میشن. امروز در غرب بزرگترین دانشمندان غربی وقتی که بحث میکنن درباره سیویلایزیشن، تمدن، میگن تمدن غرب وسترن سیویلایزیشن ویل دای، تمدن غرب میموره، رو به شکست است. جاگزین این تمدن چی هست؟ وقتی که در کل دنیا میبینن که 14 قرن پیش مسلمان ها رهبر داشتن، ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، او رهبر امروز هم در قلب میلیاردها مسلمان جای داره. پس میفهمه که محمد باز تمدن اسلام زنده میکنه. جوانایی که با محمد هستن دوباره خلافت اسلامی را زنده میکنن، نظام اسلام زنده میکنن. امروز دلیل ندارن در مقابل اسلام بغیر از ریشخندی و تمسخر آل وقت مرگشان و جان کندنشان است. اگر میشنوین که در مکتب و پوهنتون، میشنوین در تلویزیون و میشنوین که فیلم درباره محمد میسازن، به خاطر از اینکه میفهمه که امروز کمر جورج بوش و اوباما را محمد شکستانده، امروز کمر غربی ها را محمد شکستانده، امروز نظام غرب پیروای محمد شکست میده. اگر کسای پیدا شود که بخواه که جهاد از این سرزمین حذف بکنه، اگر کسایی به خاطر دلار از شهادت منکر شود، لکن قرآن الله حفظ میکنه. در قرآن جهاد است، در قرآن شهادت است، در قرآن قربانی شدن به خاطر اسلام است. و جوانای ما امروز کلش آماده است که به خاطر بلند نمودن بیرق لا اله الا الله خود قربان بکنن. جهاد سبیل الله، سبیل الله. در فرانسه، در ایتالیا، در آلمان، در تمام اروپا و بالاخره در خود امریکا امروز هر متخصصی که گزارش مطابق رشته خود به این حکومت ها تقدیم میکنه، هر متخصص، استادا و پروفیسورای بزرگ پوهنتون ها در گزارش برای حکومت های خود میگه که در 2050 در آلمان نظام اسلامی میشه. امریکا تا 2050 2060 خود به خود به دست مسلمان ها میشه. و این سایه ها را خودشان از یک سر خودشان میزنه. مثلا یک کسی که درباره خانه ها میسنجه، درباره خانه ها میسنجه، درباره کلیساها تحقیق میکنه. دیروز وقتی که من طرف قندوز میامدم، حاجی ذبیح الله از آلمان آمده به جرمنی، بر من گفت استاد ماریسی ما در هتل است، ماریسی اسلامی گرفتیم، از آلمان آمدیم. گفتم ما میریم قندوز. گفت استاد خیر است یا هر قسم که میشه. خب بالاخره مجبور شدیم داروسی حاجی ذبیح الله رفتیم به هتل. باز اونجا 12 بجه حرکت کردیم، باز آمدیم. صاحب
ساعت 2:30 بجه شب، ساعت 8 بجه شب در بغلان رسیدیم. با ازموج صاحب حرکت کردیم. 9 بجه شب گفتن راه خراب است و چی هست و چنان. ما گفتیم ما هیچ نداریم و غم هیچ نداریم، کت ما کس چی غرض داره. صاحب آمدیم، الحمدلله 2:30 بجه شب و قندوز رسیدیم. دوستای عزیز، آجی صاحب ذبیح الله یک روز بر من از جرمنی زنگ زد، گفت استاد میفهمی؟ چی گپ است؟ گفت در آلمان کشیشا مفلس شدن، کلیساها را میفروشن. نصرانی ها علمایشان کشیشایشان مفلس شدن، کلیسا را میفروشن و این کلیسا را یا هتل ها میخرن، هتل میسازن هتل دارا، و یا مسلمان ها میخرن مسجد میسازن. در فرانسه، در جنوب فرانسه فعلا 1000 مسجد ساخته شده. فعلا در جنوب فرانسه 1000 ماسکس، 1000 مسجد مسلمان ها ساختن. شما تصور کنین که در هر مسجد اگر 500 مقتدی باشه، یعنی 500,000 مسلمان باید در جنوب فرانسه وجود داشته باشه. اونا میگن از این 1000 مسجدی که در جنوب فرانسه ساخته شده، چند فیصد از این مساجد، 50% از این کلیساها بودن که مسلمان ها خریده، اونا میفروشن، مسلمان ها خریده میرن مسجد میسازن. پس تا 2050 هیچ کلیسای در فرانسه و در غرب نخواهد بود. وقتی که هیچ کلیسا نبود، وقتی که هیچ کلیسا نبود، معلوم دار هیچ نصرانی نیست. وقتی که کلیساها و مسجد مبدل شد، در نهایتش فرانسه و کشور اسلامی مبدل میشن. جاک شیراک که گفتن تا 2050 فرانسه به کلش مسلمان ها میگیره، گفتن والا صاحب خیر است. گفت باز تو چی میکنی؟ گفت باز ما مسلمان میشیم، در بین مسلمان ها خودم کاندید میکنم. این از کلیسایش. یک دانشمند دیگه درباره نفوسش تحقیق کردن، میگه در غرب مثلا قانون است وقتی که یک خانم و یک آقا ازدواج میکنن، ثمره ازدواجشان باید یک طفل باشه. پس وقتی که یک طفل به دنیا میارن، فکر کو اگر 5 میلیون دختر با 5 میلیون پسر ازدواج بکنه، نتیجه ازدواجشان چند میلیون میشه؟ پس نصف شد نشد. باز دونیم و دونیمش باز ازدواج کردن، باز اولاد چی میشه؟ پس نفوس اروپا و امریکا این قسم میه، خرد شده میره. جنس سفید اروپایی و امریکایی رو به سقوط است. یک تعدادشان جوانای هستن که هم جنسگرا هستن، هیچ ازدواج نمیکنن و خب بیچاره‌ای تولید ندارن. یک تعداد دیگهشان که ازدواج میکنن، یک طفل به دنیا میارن. پس این نفوس کم شده میره. میگه ولی برعکس نفوس این قسم زیاد شده میره. گفت ای که زیاد میشه ای از کجاست؟ گفتن این امیگریشن، مسلمانای مهاجری که در اینجا زندگی میکنن دیدن که غربی وقتی که ازدواج میکنه ثمره ازدواجش 1 تاست، مسلمان وقتی که ازدواج کرد بیکار که ماند اولاد به دنیا میره 15 تا اولاد میاره. این 1 میلیونش چند سال بعد 15 میلیون میشه، از او 1 میلیونش پس نصف میشه. پس دیدن که در کشورهای اروپایی جایش خود به خود به اسلام میگرده. این کمال از چی هست برادرای عزیز؟ این کمال از این هست که امروز جوان مسلمان بیدار شدن، جوان مسلمان با فکر شدن. انسان با فکر چی هست؟ انسان با فکر این است که هر کسی که هر قدم به خاطر اسلام میگذاره او را در آغوش خود میگیره. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
هم دعوت و تبلیغ بود، هم جهاد و شهادت بود. مجاهد دعوتگر بد نمی گفت، دعوتگر مجاهد بد نمی گفت. بسیاری کسایی که در فرانسه مسلمان شده از خیرات اونم و 4 تا تبلیغی عاجز ما و تو هست که بستره در پشتش است، قریه به قریه و مملکت به مملکت میگرده. پس حق است که اگر روز جهان اسلام میشوم تمام دنیا به اسلام رو میاره، این پوینت بسیار مثبت بزرگی هست برای جماعت تبلیغ که تبلیغیات تانستن که نقشه دنیا را تغییر بدن. کی مخالفت میکنه؟ انسان بی فکر، انسان منجمد، انسان بی اندیشه، انسانی که با اساس ازی که قرآن نمیفهمه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. پس تو باید آمنو باشی، مؤمن باشی و عمل الصالحات، اعمال صالحه بکنی و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو مسلمان باید داعی باشی، تو مسلمان باید تبلیغی باشی، تو باید با اونمو به سراهای تبلیغیت قریه به قریه بگردی و جوانها را بیدار بسازی. اما انسانی که فکر نداره، دشمن اسلام در بین مسلمانات تفرقه ایجاد میکنه. او تبلیغی که مجاهد بد میگه مسلمان حقیقی نیست، و او مجاهدی که تبلیغی را بد میگه او مسلمان واقعی نیست، و او مسلمانی که در مقابل اردوی از کار میکنه او مثل ابو جهل و ابو لهب است که پیغمبر مردم دعوت میکرد و ابو لهب در پشتش میرفت. پس انسانی که صاحب فکر است، تو جوان مسلمان کاری را نکو که اگر کار محمد کرده نتانستی کار ابو لهب نکو که در مقابل دعوتگر مسلمان استاد شوی و بگویی که غلط است و نادرست است. هر کسی به اندازه توان خود به طرف دین حرکت میکنه. اما انسانی که امروز 3 روز بستره خود را پشت خود کرد و به خاطر رضایت الله 3 روز خانه خود را ترک کرد، دیگر روز 10 روز ترک کرد، دیگر روز 40 روز ترک کرد، الله در قلبش نورش هم اندازه که باز میره در سنگر جهاد، 10 سال در سنگر جهاد تیر میکنه و کمر امریکا را مشکلانه. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! امروز روز بیداری است. امروز جوان ما باید بیدار باشه. بیداری چی هست؟ هر مسلمان در آغوشت بگیری. استعمار استحمار است. استعمار میخواه که جوانه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال کار کرد تا جوانای مسلمانی را تربیه کرد که او جوان مسلمان موحدیت تا پرست، او جوان با فکر و با عقیده، جوانایی بود که بین شخصیت حضرت مصعب ابن عمیر 20 ساله، اسامه ابن زید 18 ساله و صحابه کرام کبار صحابه که 60 و 70 ساله بود در شخصیتشون فرق نبود. شما ببینن اولین سفیر اسلام یک جوان 20 ساله به نام مصعب ابن عمیر است. اولین سفیر اسلام. چرا پیغمبر در بین صحابه 60 ساله و 70 ساله یک جوان 20 ساله را به صفت سفیر خود انتخاب میکنن؟ به خاطر ازی که پیغمبر ملت را ساخت، امت را ساخت که در بین 20 ساله و 70 سالش از نگاه شخصیت فرق نیست. شما سهل کنین شخصیت چه قسم معلوم میشه؟ شخصیت ای است که در گناه احساس شرم میکنه. احیانا ببینن که یک جوان 18 ساله را که در عروسی میخیزن که بخی برقص، شخصیتش اجازه نمیتش که بخیزه برقصه، لکن یک پیر 70 ساله را که از کشم نکرده خودش بزور در میدان گت است اتن انداخته میره. او 70 ساله به شخصیت است، ای جوان 18 ساله با شخصیت است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال در مکه مکرمه همون تو شخصیت های جوان و موسفید را تربیه کرد، مثل مصعب ابن عمیر، مثل اسامه ابن زید. اسامه ابن زید جوانی بود که 18 ساله، لکن پیغمبر خواست که یک قماندان بزرگ، یک جنرالی را تعیین بکنه که قوت‌های اسلام در
روم رهبری بکنه. یک جوان 18 ساله را صدا کرد که اسامه تو جنرال هستی، تو قماندان قوت‌های اسلام در مقابل روم هستی، روم امپراتوری هست. چرا؟ اسامه شخصیتی داشت که شخصیتش کمتر از شخصیت عمر رضی الله تعالی عنه نبود. امروز جوانی را نیاز داریم که اما تو جوانی با شخصیت باشه که او جوان استعمار خریده نتانه، در مقابل استعمار فروخته نشه. او تو جوانی باشه که با شخصیت عالی خود از دین خود دفاع بکنه، هیچ چیز دم از او را گرفته نتانه. پس امروز نیاز به تو جوانی هست که تو جوان احساساتی برخورد نکنی. تو جوان نه به خاطر از اینکه استعمار اصطلاحات خطرناک میپرته. چه قسم جوانها را تفرقه ایجاد میکنه در بینشان استعمار. اول در صف مسلمان ها میخواه صف بشکنانه. برادر عزیز، احادیث رسول الله بسیار زیاد است. بسیاری اوقات به نام وهابیت، نام یک مسلمانی که سنت رسول الله را تطبیق میکنه، صف مشکنانه که این جوان وهابی هست. برادر، اگر کسی جوانی را به خاطر از اینکه دست خود سر سینه خود مانده، و یا جوانی را به خاطر که آمین بالجهر میگه، و یا جوانی را که پای خود گشاده میگیره، و یا جوانی که رفع الاسم میکنه، این را وهابی میگه. در حقیقت باز در فکرشی است که وهابی کافر است. این گپای استعمار و انگلیس تکرار میکنه و انگلیس میخواست که پیغمبر دشنام بده به این نام. میگفت کسی که دست خود سر سینه خود میمانه این وهابی هست و وهابی کافر است. پس کسی که این گپ میزنه که این انسان وهابی است و کافر است، در حقیقت رسول خدا را دشنام داده. اصطلاحات استعمار است. کسی نیست در جهان که بگه ما وهابی هستم. که از اون نفر که استاد شوی پرسانش میکنی که تو چی میخوایی؟ میگه من محبت با رسول الله دارم. حدیث را خواندیم که رسول الله دست خود سر سینه خود مانده، من به خاطر محمد رسول الله دست خود سر سینه میمانم. استعمار میخواه که کسی که سنت پیغمبر تطبیق بکنه نباید سنت پیغمبر تطبیق شود. یک روز در پانتون درس میدادم، یک شاگرد آمد. جوانا هستن، برشان گفتم برادرها تعویض به معنای پناه جستن است و تعویض پناه دادن است. پیش اوندو، پیش فالبین و پیش جادوگر نرین، تعویض نگیرین. این جوانا شنیدن، درس خلاص شد، رفتن. صبح آمد این جوان گفت استاد من یک مشکل دارم. چی مشکل داری؟ گفت دیروز همین درسی که شما دادین من رفتم در پیش در کابل 14 منزله است، اونجا سینمای پامیر میگن، دمو زیر از او چند تا اوندوا شیشتن برای مسلمان ها تعویض نوشته میکنن. در تعویضش نوشته میکنن بابا نانک و بابا جانک و رام و شام و این گپا. میگه من برش رفتم، برازی گفتم که او کاکا تو خانمت که اینجا شاندی این خو ترا کافر میسازه. میگه نشی بخیز پیش ازی. این جوان ریش شام کل است، این جوان پتلون کوبای داره. این آمد پیش من گفت استاد من این تبلیغ شما را شنیدم، خواستم امو مسلمان در کفر داخل نشه. میگه یون دو بر از اون نفر میگه که بیشی وطندار ای وهابی هستی گپاره میزنه. خب این آمد میگه استاد این وهابی چی مانه؟ گفتم برو خیر از باز من بر یک روز میگم که وهابی چی مانه. میگه در خوست یک اوندوی دیگه بود. این کدام شیخ بوده، پیش از شیخ کل مردم اترکو و سجده میکرده. دیگر روزی شیخ برای چیز گفته، برای اوندو گفته اوندو بچه گفته چی میگی؟ گفت تو خب برای من ایش نه تعظیم میکنی نه رکوع میکنی. او برش گفته بود که شیخ صاحب همارا بگوان ہے، ما خود ما بگوان داریم، ما با بگوان خود سجده میکنیم، تو خب بگوان من نیستی. گفت شیخ برش گفت اوندو نفست میکشم. گفت چی؟ گفت رکوع کو برای من، سجده کو. اوندو گفت برو مثل تو هر شیخا بسیار زیاد است. یکی سید اوندو میخیزه برای شیخ میگه خواب با سیک و دکانداری تا میره در مسجد روز جمعه برای مردم میگه مردم میگه بله سید، میگه امی اوندویی که در اینجا دکان داره میشناسین؟ کلاگی میگه آسان میشناسین. میگه امی اوندو وهابی شدن. هیچ کس از پیش از سودا نمیخره. دیگر روز اوندو میبینه که هفته تیر شد هیچ کس سودا نخرید. روز پنجشنبه میگه شیخ صاحب والله تو همارا بگوان هی، تو شیخ بگوان مسی، برات رکوع میکنم سجده میکنم. دیگه هفته نفسم برآمد هیچ کس سودا نخرید.
توبه کردیم، اینه برای تسلیم هستم. میگه تسلیم هستی یا خلاص؟ میگه تسلیم هستی، من خلاصت میکنم. روز جمعه پس بر مردم میگه برادر عزیز، اما اوندویی که وهابی شده بود پس اوندو شده، از پیشش سودا بخرید. این حال گپ سر چی هست؟ استعمار اصطلاحات خطرناک را بر مسلمان ها ایجاد کرده تا مسلمان ها متفرق شوند. مسلمانی که ریشمان برش میگه که این تروریست است، مسلمانی که بروت خود کم کرد برش میگه این اکستریمیست است، این افراطی هست. مسلمانی که از قرآن پیروی کرد برش میگه که این فاندامنتالیست است، این بنیادگرا هست و با اصطلاحات کفری فاندامنتالیست و اکستریمیست و تروریست و ایگپا به این شکل در بین مسلمانان تفرقه ایجاد میکنن. امروز روز بیداری تو هست، جهان بیدار شده. غرب محتاج از این است که رای پیدا کنن که چه قسم مسلمان شوند. کل از او حیران ماندن که رای نجات در کجاست. دکتر طب برش گزارش میده که والا رئیس جمهور این قدر مردم امسال به HIV مبتلا هست، این قدر مردم به خاطر شراب کشته شدن، این قدر مردم در اینی امراض خطرناک مبتلا هستند. از این خاطر در غرب نه صحت روانی است و نه صحت بدنی، نه خانواده ها با هم یک جای هستند. در امریکا جوانای پیدا شده به نام هوملس. ما پرسان کردیم که هوملس چی را میگه؟ گفت هوملس کسی را میگه که مادرش کت بایفرند خود در جوانی هوا کرده باشه، پدرش هم کت گرلفرند خود هوا کرده باشه و این بیچاره صاحب تنها مونده در خانه هیچ کس نیست. از این خاطر هوملس میگن، یعنی بی خانه، نه مادر خود میشناسه و نه پدر خود. امی هوملوسای امریکایی هستن که امروز من مردار میشن در افغانستان، چیخ زده میرن و گریان کردن میرن، نفسشان برآمده، آل صاحب گفشان خراب هستن. اما آخرین یک قصهش یک کسی کرد، میگه چند تا امریکایی رفته بودن به وردک، میگه اینجا که رفتن در وردک یا این پرسان کرده بود که امی طالب و مجاهد در وردک چطور است؟ گفته در والا در وردک مجاهد تو است که پشت یخنت میگیرم تو جرثقیل وره کشت میکنن، هوا بالایت میکنن، او عقب کت است. گفته با وری دنجرس. این دمی فکر رفته سه میره کدام تو آزار داده، یک وقت میرسه دمی چی میره دمی راه میره که در پشت سر خوی پرتلاوی گپا داره، اینجاش بسته است تسمعات را، یک تسمه زیده کدام درخت بند میماره. این فکر میگن طالب بیرگرد، او طالب لیو می پلیز، میگه لیو نو طالب. این دیگه اجازه من غیرت ندارم پشتر سال کنم میدت من یک سعی کنم که بوق زدانو میخره. خبری درخت است. آخر یک صاحب یک وقت سعی میکنه که میان سعی میکنه که امریکایی خوش مانده، وضوش هم شکسته و غسلش هم خراب شده و صاحب دیگه صاحب تو خوش مانده، حالا نه درختم نه هیچ خون داره، خونشان رنگش زرد داره. بالاخره صاحب ایران مانن که چه قسم کشته شد. پس آن میبینه که ایده امریکا، یعنی اینی امریکایی هستن که غیرتشان به این قدر هستن. ولی برای چی ضرورت است؟ ضرورت است که ما اینجا جوانای با فکر داشته باشیم، جوانای با اندیشه داشته باشیم. امروز دشمن دیگه چیز نداره، نه کمونیست دلیل داره و نه سوسیالیستش دلیل داره و نه این دموکراتش دلیل داره، کلشان رو به نابودی هستن. یگانه دلیلشان چی است؟ که سر ریش مسلمان خنده بکنن، سر لباس مسلمان خنده بکنن. بازارشان هم بازار چی هستن؟ بازارشان هم اگر همیل در این مسجد یا در این منطقه یک کمونیست بیایه بگه من میخوایم گپ بزنم، چند نفر جوان آدم محفل از او استاد میشه؟ هیچ کس در مجلسش نمیه. من خپی که آمدم، من گفتم والا من زیاد خوش نمیه که در سرکا مردم برای و چیز کنن. اینال ما خونمو تو که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که در قدس داخل شد یک چپنک داشت که 17 دانه پیوند داشت. متوجه هستین وقتی که اون نفرا میگه وقتی که کلید قدس به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میخواستن بتن، مسلمانا در بیت المقدس گفتن بت کلید. اما کشیش کلان گفت ما کلید برای شما نمیتیم. گفت برای کی میتین؟ گفت یک شخص است، برین کلانتان روان کنین. کلان از یک خلیفه مسلمانان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. وقتی که میگه ای به قدس رسید، امی کشیش علامات را در کتاب‌های خود خوانده بودن که کلید قدس کسی میگیره که علامات خاصی داره. کشیش بر از قماندانا گفت ببخشید سید، شما قماندانا هستین لکن ما کلید بر شما تسلیم نمی کنیم. چرا؟ گفت علاماتی که ما داریم در وجود شما نیست، بخواین نفر دیگر. به خود امیرالمؤمنین خط روان کردن. امیرالمؤمنین کت غلام خود یک جای یک شتر گرفتن آمدن. در راه که میرفت بر غلام خود گفت برادر ما و شما باید 3 نفر هستیم، یکی شتر است، یکی تو است، یکی من هستم. باید وقت 3 تقسیم کنیم.
یک تقسیمش است که 1 ساعت تو سر شتر سوار شو، 1 ساعت من سر شتر سوار میشم و 1 ساعت دیگه شتر را بیکار میمانیم که راحت بره. در این ساعتی که نوبت غلام است که در سر شتر است یا میرسند در بیت المقدس، اینجا صف بسیار کلان استاد است. این نصرانی ها که خلیفه مسلمان ها چه قسم به دیدن که 1 نفر است در زیر رسوان در دستش است در حرکت است، در سر 1 کس شیشتر کلگی هیچ کس طرف حضرت عمر رضی الله تعالی سهل نمیکنن. کلگی برای چیز برای غلامی که در سر شتر است او ویلکم how are you fine چطورگی. وقتی که صاحب بارجی میکنن، وقتی که پایان میشه این غلام از چیز برشان میگه که صاحب امیرالمؤمنین من نیستم، امیرالمؤمنین اینی کسی است که رسوان شتر مرا گرفته. کشیش میایه پیش حضرت عمر بگه علامه اولش ما فهمیدیم، میخوایم علامه دومش بفهمم. گفت علامه دومیش است. گفت علامه دومیش است دامنت اوسکو. وقتی که دامن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سهل میکنه حساب میگیره 1 پیوند 2 پیوند 3 پیوند 17 پیوند است. برش میگه که ما در کتاب های خود خواندیم که کسی میتونه که کلید قدس بگیره که در عدالت خود با غلام خود هم عادلانه برخورد میکنه و این ثابت شد که غلام در سر شتر است و تو در پایین بودی. ثابت شد این دلیل اول. دلیل دومش 17 پیوند در پیرانت داری. اینی انسان ها میتونه که ما را شکست بده. کلید برش تسلیم کردن. گفت نوش جانت قدس بگی. برادر عزیز اینمی قدس کلیشه که ما تو موحد و یکتا پرست با پای ترقیده و با دامن پاره نگیریم. این مردمایی که نکتایی زده و این مردمایی که چپه تراش میکنن لرکیا واره یا هرگز دی کار کردن نمیتونن. پس بیرق اسلام اونمون مسلمان مجاهدی که گشنه هست تشنه هست برق میخوره و سختی رو میبینه، اونمون مجاهد است که در قصر سفید بیرق لا اله الا الله را بلند میکنه و الله برای ما شما توفیق نصیب بکنه که همه تو مجاهد باشید. امروز هیچ سندی ندارن، دلیل ندارن، به این خاطر در این مکتب در اون مدرسه یک فیلم جور کو به ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چرا فیلم به خاطر پیغمبر جور میکنن؟ به خاطر ازی که میگه اگر پیغمبر به چهره اصلیش مردم شناخت باز هیچ کسی به طرف ما نمیایه. میخواین که در روی در مقابل آفتاب دست خود بگیرن و این دستش 1 روز بگیره 2 روز بگیره بالاخره سقوط میکنه و نمیتونه در مقابل از استاد شود. پس ما امروز برادرای عزیز در مرحله سخت قرار داریم که اون مرحله خطرناک است. مبارزه سرسخت با استعمار است. استعمار امروز به خاطر گمراه ساختن جوان مسلمان، به خاطر که جوان مثل اسامه ابن زید تربیه نشه، جوانی مثل مصعب ابن عمیر نباشه، جوانی مثل علی ابن ابی طالب نباشه، به این خاطر اینا کوشش میکنن که جوانا را 24 ساعت مصروف نگه بدارن. تمام روز سریال است، تمام روز فیلم است، تمام روز خواندن است. این به خاطر چی است که جوان 24 ساعت مصروف باشه؟ از این خاطر جوانای عزیز امروز روز بیداری هست. امروز باید یک مسلمان دیگر در آغوش خود بگیرن. امروز شکست مسلمان ها در قوم پرستی هست. از این خاطر از قوم پرستی دور شوین، از زبان پرستی دور شوین، از این اختلافاتی که در بین مسلمان ها وجود داره. هر مسلمانی که ولو که در مسجد شیشه الف زرعه و الف زرعی را بر طفل درس میده، دست از او مسلمان بوسه بکنین، به خاطر از اینکه قدمی به طرف دین گذاشتن. او جوانی که تبلیغ میکنه دستش بوسه بکنین، او جوانی که سلاح به دست داره دشمن کمرش شکستاندن دستش بوسه بکنین، او عالمی که کتاب و تفسیر نوشته میکنین دستش بوسه بکنین. و به این شکل وقتی که اتحاد بین مسلمان ها پیدا شد، وقتی که مسلمان ها بیدار شدن، اونو وقت است که مبارزه فکر با فکر میشن. از این خاطر غرب میخواد که فکرا ما و شما را تحت تاثیر خود بیاره، جوانا را به این اختلافات مبتلا بسازن و بعضی از غلامای خود پیسه میده که شما بخیزین یا به سر ریش گپ بزنین یا به سر چهره مسلمان گپ بزنین. از این خاطر جوان مسلمان ها باید یک صف در مقابل دشمنا استاد شده و کلشان با صدای بلند خود بگویند که مرگ به امریکا. استاد شوین بگویند که مرگ به امریکا، مرگ به ناتو، مرگ به دشمنای اسلام، مرگ به کمونیستان، مرگ به کسایی که به سنت رسول الله توهین میکنند، مرگ به کسایی که به هر حکم از احکام اسلام بیادبی میکنند.
زنده باد اسلام، زنده باد قرآن، زنده باد مجاهدین اسلام، زنده باد نام شهدای اسلام، زنده باد نام رسول الله صلی الله علیه و سلم، زنده باد مسلمانای جهان. انشالله برادرای عزیز، ما هستیم که انشالله بیرق توحید هم در قصر سفید و هم در کرملین بلند خواهد کردیم و ایره با اتحاد خود، با دوستی خود، با صمیمیت خود. و ما کل شما را به خاطر الله دوست دارم. هر یکیتان باید یکی دیگه‌تان در آغوش بگیرین، نگذارین که دشمنای اسلام شما را به نام تبلیغی، به نام وهابی، به نام حنفی، به نام فلان و فلان تفرقه در بینتان ایجاد بکنن. کل ما و شما مسلمان هستیم، کل ما کلمه لا اله الا الله را میخوانیم و کسی که لا اله الا الله را میخوانه، کل ما عقیده به دعوت داریم، کل ما عقیده به جهاد داریم، کل ما عقیده به دین داریم. و از این خاطر برادرای عزیز، عامل شکست ما و شما تفرقه هست. بیاین متحد شوین، با هم یک جای شوین، مجاهد به تبلیغ بره، تبلیغی به جهاد بره و اردوشان کمر کل یکی دیگر را بسته کرده. ان شاء الله تعالی دست با هم داده بیرق اسلام به کل دنیا بلند میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید.